خیلی باشه. خیلی خوش اومدی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان برنامه خوبتون. خیلی خوشحالم که در کنار شما. خواهش می‌کنم. آقا من خدمت عرض کنم، میکروفونم بعد میلاد بالاتر بگیری. عرض کنم خدمتتون که میلاد ترابی نمیدونم چه جوری معرفیت باید بکنم، انقدر کار خوب داره که واقعا نمیشه. عزیزم. آقا شما هرچه آهنگ خوب و خوشگل از محمد علیزاده شنیدین، از شهرام شکوهی شنیدین، از مرتضی پاشایی شنیدین، از احسان خواجه امیری عزیز شنیدین، هرچه آهنگ خوشگل شنیدین تو این سالها کار میلاد ترابی عزیز بوده. من نمیدونم آره چرا خواننده شده این همه آهنگسازی. بله این یه تبه معمولا اتفاق میفته دیگه. من اصولا حالا خیلی آلبومی هم که تولید کردم محوریتش خوانندگی نیست. ولی خب دوست داشتم که کار خیلی جدید بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. بسیارم عالی. آقا خدمت عرض کنم اینم یادم اومد بگم که کمای حمید عسکری هم کار میلاد ترابی عزیز و خیلی کار داره. میلاد جان برای این بخش یکی از آهنگای آلبوممه به نام موزه یا تنهام نزار. حالا دو تا اسم براش انتخاب کردیم. این اولین آهنگی که خوندی دیگه؟ این اولین آهنگی که دارم اجراش میکنم در تلویزیون. بسیار. آقا خدمت عرض کنم در این بخش من خدافظی میکنم با میلاد ترابی، اما میرم پشت دوربین به اتفاق کلی همکارانم در روز ششم میشنویم آهنگ زیبای میلاد ترابی عزیز. ممنون. قربونت برم. نه یه قرار، نه یه نامه، نه یه ندا، نه یه نگاه، نه یه تماس. فکرت کجاست؟ انگار دلت 1000 ساله با دل من ناشناس. انگار دلت با دل من ناشناس. فقط نگو این جدایی کار خداست. ببین درست چه موقعی با عشق من تو موزهی. خودت ببین، خودت ببین. توهم دوری تو داغون کرده ذهن منو. جای